یا گایز، حالتون چطوره؟ امیدوارم عالی باشید. رسیدیم به مبحث مورد علاقه خودم، نحوه محاسبه مقاومت تفنن. برای محاسبه مقاومت تفنن مدارها را به دو قسمت تقسیم کنیم: مدارهایی که منابع وابسته ندارند، مدارهایی که منابع وابسته دارند. مدارهایی که منابع وابسته ندارند و تقریبا توی فصل اول، منظورم که مبانیه، دیدیم. بریم این تعریف تئوریش چیه. محاسبه مقاومت تفنن برای مدارهایی که منابع وابسته نداره. برای محاسبه مقاومت تفنن از دو سر A و B کافیست منابع مستقل شبکه را خاموش کنیم. میگه همه منابع مستقل توی شبکه رو خاموش کنیم. مقاومت دیده شده از دو سر A و B را با مقاومت دیده شده از دو سر A و B را مقاومت تفنن مینامیم. یه راه دیگه هم داره. میتونیم منبع جریان یا ولتاژ VT و IT را به دو سر A و B تزریق کرده و رابطه خطی بین VT و IT را محاسبه کنیم. منظورش همون شیب خطه. اینم تو قسمت مبانی باز داشتیم. مقاومت تفنن به صورت وی تفنن بر روی آی تفنن مساوی با آلفا مساوی با آر تفنن می باشد. محاسبه مقاومت تفنن برای مدارهایی که منابع وابسته دارند. همه مراحل همون است، فقط منابع وابسته در مدار میمانند. یعنی باید اثر اون منابع وابسته توی مدارم حساب کنیم. بریم سراغ مثالا و اسلایدهای بعدی تا قشنگ مطالب برامون جا بیفته. خب مثال: در مدار مقابل مقاومتی دیده شده از دو سر A و B کدام است؟ بیاید یه دقیقه برگردیم صفحه قبل. یکی از راه هامون چی بود؟ یکی از راه حل هامون منبع جریان یا ولتاژ VT و IT را به دو سر A و B تزریق کرده و رابطه خطی بین VT و IT را محاسبه میکنیم. میخوایم از این راه بریم. اوکی، بریم از سراغ مدارمون. راهی که من همیشه خودم پیشنهاد میکنم. خب یه نگاه به مدارمون میندازیم. یک شیشم وی منبع وابسته است. اینجا داریم که این ویه با این وی است. یه دونه وی ایکس وابسته داریم که وابسته هست. دو تا وی ایکس هم اینجا داریم. این تا اینجای کار. حالا طبق همون روش میگه منبع تزریق کن. میایم یک منبع تزریق میکنیم. منبع ولتاژ دوست دارید منبع جریان تزریق کنید، دوست دارید منبع ولتاژ تزریق کنید. وی تی یا وی تست ما. حالا این منبع ولتاژ ما یه جریان ها یه تست در هر صورت داره ازش میگذره. چند تا نکته. این ویه الان این ویه اینجا با این وی تست ما موازیه و جفت اینا هم با این مقاومت 3 اوم موازی هن که یه سر گرش اینجاست و سر دیگه گرش زمینه که 0 ولته. خب پس همین گره آبی ما ولتاژش ویتیه، این تا اینجا. خب یه گره دیگه هم اینجا داریم. این یه گره. اگه این سر این شاخه
زمین باشه و 0 ولت، پس ولتاژ این گره هم همون وی ایکسه. مقاومت دو سر ولتاژ دو سر مقاومت وی ایکس دیگه. وقتی یه سر 0 پس اون یکی سرش مطمئناً وی ایکسه. بریم KCL نوشتن. میگم چیز جدید این مباحث نداره. اون KCL KVL رو اول قشنگ یاد بگیرید تمومه. بریم برای VAT KCL بنویسیم. KCL برای VAT KCL با رنگ آبی می نویسم، یعنی واسه VAT دیگه. یه دونه آیتی داره بهش وارد میشه، منفی آیتی. دوتا VX ازش خارج میشن به اضافه دوتا VX. خب از دید گره VT ما یک جریان خارج شونده فرض میکنیم از دید گره VT به علاوه ولتاژ مبدأ منهای ولتاژ مقصد تقسیم بر مقاومت بینش. یه دونه هم VT سوم داریم دیگه به اضافه VT سوم مساوی 0. 4 شاخه 4 جمله 1 2 3 4 1 2 3 4 درست. ما یا من شما هم برای الان تو خونه اینا رو حل کنید دیگه. کل جملات در یک 6 ضرب میکنیم. این آیتی هم میبریم اون بر 2 6 تا 12 تا VX به اضافه 2 مخرج با 6 صورت ساده میشه 3. پس کل این عبارت باید در یک 3 ضرب بشه به اضافه 3 تا VT منهای 3 تا VX. سه مخرج با 6 صورت ساده میشه، پس باید در یک 2 ضرب بشه به علاوه 2 تا یه تی. آیتی هم که بردیم اون بر در یک 6 ضرب بشه میشه 6 تا آیتی. خب اینو بخوایم دوباره ساده سازی کنیم و اینا 3 تا 2 تا 5 تا ویتی 5 تا ویتی 12 تا منهای 3 تا 9 تا به اضافه 9 تا به اضافه 9 تا VX مساوی با 6 تا آیه تی 12 منهای 3 9 3 و 2 5 6. الان واسه اینکه اون رابطه شیب خطی رو بنویسیم یه دونه VX ما مزاحم داریم، پس بیایم یه KCL برای این گره بنویسیم از شر این مزاحم VX خلاص بشیم. ببینیم VX با چی برابره، بعد دیگه سوال حل میشه. به این قسمت آبی رنگ احتیاجی ندارم، بریم KCL رو بنویسیم. خب یه دونه 1/6 V داره خارج میشه. این V ما همون VTه، میبینید موازیان. خب KCL 1/6 VT به اضافه اینجا رو میتونید طبق قانون اوم برید، هر قانونی برید میشه VX جریانش خارج شونده هم هست.
یا مثلا میتونید بگید ولتاژ مبدأ منهای ولتاژ مقصد تقسیم بر مقاومت بینشون. یه دونه دوتا وی ایکس داره وارد میشه، وارد شونده است، منفی دوتا وی ایکس. خب حالا این سری از دید گره وی ایکس یک جریان خارج شونده من فرض میکنم. به این چی میشه؟ میشه به علاوه وی ایکس منهای وی تی تقسیم بر 2 مساوی 0. کل این جملات رو باید در یک 6 ضرب کنیم که ساده بشه. خب از اولی که یه دونه وی تی میمونه، از دومی 6 تا وی ایکس میمونه، از دومی منفی 12 تا وی ایکس میمونه. این دوی مخرج باشه که صورت ساده میشه، میشه 3 به اضافه 3 تا وی ایکس منهای 3 تا وی تی. خب ساده سازی میکنیم، همه وی ایکس مساوی 0 البته. خب ساده سازی میکنیم همه معادلات وی ایکس و همه جملات وی ایکس رو میبریم یه طرف مساوی، جملات وی تی هم اون طرف مساوی. خب 6 تا و 3 تا 9 تا وی ایکس منهای 12 تا وی ایکس میشه منهای 3 تا وی ایکس. یه خورده بالاتر بنویسم که شما هم ببینید. منهای 3 تا وی ایکس و 6 و 3 9 مثبت 3 منهای 12 میشه منفی 3. منفی 3 تا وی تی با وی تی میشه 2 تا وی تی، منفی 2 تا وی تی بیاد اونور مساوی میشه مثبت 2 تا وی تی. خب مزاحم ما کی بود؟ وی ایکس بود. میایم وی ایکس رو تنها میکنیم، میگیم وی ایکس مساوی با منفی 2/3 وی تی. خب کل این کیسی رو ما نوشتیم که فقط به این جمله برسیم. بیا من این جمله رو دوباره این بالا بنویسم. وی ایکس مساوی با منفی 2/3 وی تی. اوکیه. خب دیگه به این قسمت زرد رنگ هم فعلا احتیاجی. من دوربین رو گم میکنم، واقعا معذرت میخوام. به این قسمت زرد رنگ هم احتیاجی نداریم. میمونه این دوتا معادلم، اینا رو میاریم این پایین. خب به جای وی ایکس منفی 2/3 وی تی میذاریم. پنج تا وی تی به اضافه که این به علاوه بذارید بهتون بگم، به علاوه 9 تا منفی 2/3 وی تی مساوی با 6 تا آیه
تی. خب یه خورده میایم پایین تر چون دیگه مدار احتیاجی نداره. این چی میشه؟ 5 که میمونه 5 تا وی تی. این 3 با این 3 ساده میشه، میشه منفی 6 تا وی تی مساویه با 6 تا آی تی. از اینجا منفی وی تی مساوی میشه با 6 تا آی تی. خب گفتیم مقاومت دیده شده چیه؟ مقاومت دیده شده شیب خطه یا وی تی بر روی آی تی. بیم هر دو طرف معادله رو تقسیم بر یه دونه آی تی کنیم. تقسیم بر آی تی چی داریم؟ منفی وی تی به آی تی مساوی 6. این کل عبارت هم در یک منفی ضرب بکنیم میشه مثبت 6 منفی 6. خیلی تعجب آوره نه؟ پس چی شد؟ مقاومت دیده شده از دو سر A و B یه مقاومت منفیه، یه مقاومت منفی 6 ohmه که توضیح تشریحی اینه که چرا منفی شده رو توی اسلاید بعدی بهتون میگه. خب بریم یه خورده دیگه من این قسمت رو واسهتون توضیح بدم. مقاومت معادل ما منفی 6ه. نیاین اون منفی و فاکتور بگیرید ازش گذشت کنید و مقاومت معادل ما در اومده منفی 6. توی سوالات کنکور ممکنه اینجوری بهتون مثلا سوال بدن یه گزینه 6 بذارن یه گزینه منفی 6. گول نخورید، مقاومت معادل ما منفی 6ه. حالا این منفی 6 یعنی چی؟ ببینید این قسمت رو توی مبانی داشتیم، قسمت زرد رنگو، این قسمت رو قشنگ ما تو قسمت مبانیمون داشتیم. اوکی نیاز به توضیح نداره، این شیب خط همون آره. ولی حالا این قسمت سبز رنگ ما چی میگه؟ میگه با افزایش جریان ولتاژ زیاد میشه ولی پولاریتش برعکسه. اوکی واضح است، همینه. این منفی چیز خاص و عجیبی نیست. مثلا میگه جریان ما اگه این مثلا میگه اگه جریان ما 1 باشه وی تی ما میشه منفی 6. اگه جریان ما 2 باشه وی تی ما میشه منفی 12. ولتاژ افزایش پیدا میکنه ولی با پولاریته وارون، یعنی اون مدار معادلی که ما داده در از مثبت منفیش جابجا گذاشته. فکر کنم این جلسه یه خورده واسهتون فشرده بود، به خاطر همین بیشتر از این ادامه نمیدم. یه بار دیگه به نظر من فیلمو از اول ببینید، KCLاشو خودتون بنویسید، به این منفی 6 خودتون برسید، ولی زیاد خودتون رو درگیر حالا این منفی و مثبت نکنید چون تو فصلهای بعد خیلی بهتر، کاملتر، خیلی کاملتر
بررسیش میکنیم واسهتون جا میفته. قصدم مثلا اینو آوردم منفی 6 رو ببینید. این جلسه رو همینجا تموم میکنیم تا جلسه بعدی. خدا نگهدار.